وقتی که در روز قیامت فرزندش صدا میکنه یا رب العالمین تو خود ذات عادل هستی، پدر ما خودش در صف اول مسجد میشیست ولی بر ما تلویزیون آورده بود، بر ما وسایل موسیقی آورده بود، برای ما وسایل گناه آورده بود، برای ما موبایل های 500 دلاری خریده بود، بر ما نمیگفت که به طرف مسجد برین به دین الله برین. پروردگارا اینمی پدر بود که به اساس شهادت رسول الله صلی الله علیه و سلم تو خمار با ایمان فطری خلق کردی. اینمی پدر مرا کمون ساخت، اینمی پدر مرا بیدین ساخت، اینمی پدر مرا رقاصه ساخت. پروردگارا وقتی که من به دوزخ میرم این پدر من هم باید جزا بده. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت في الدنيا بالمقاريد. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الباني في صحيح مشكاة المصابيح. برادران عزیز، خواهران محترم، در این حدیث شریفی که خدمت شما ما ایره خواندم، در این حدیث شریف جابر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یود اهل العافیه، آرزو می کنند اهل عافیت، کسانی که صحتمند هستند و اعضای بدنشان جور هستند، یوم القیامت، در روز قیامت، حین یعطى اهل البلاء الثواب، وقتی که برای کسانی که آزمایش شدن بر از اینا ثواب داده میشه، اینا اوتو تقاضا میکنن یا اوتو آرزو میکنن که لو ان جلودهم كانت فی الدنیا بالمقاریض، کاش که پوست های ما در دنیا توسط قیچی ها قطع میشد. در این حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از یک طرف خوشخبری میده برای کسانی که یک عضو بدنشان کمبود است و همچنان یک وعید خطرناک است برای کسایی که اعضای بدن سالم دارند، کسایی که در دنیا یک کمبود دارند. ما و شما میفهمیم که در روز قیامت وقتی که انسان مسلمان از میدان حشر حرکت میکنه و به طرف جنت میره، در حدیث شریف است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که لا اله الا الله بگویه ای داخل جنت میشه. ولی کسانی که از میدان حشر به جنت میرسن، ای باز فرق میکنه. برادرای محترم، خواهرای عزیز، فرقش چی هست؟ که هر کسی به اندازه اعمال خود، به اندازه اشتباهات خود در پل صراط تأخیر میکنه.
در میدان حشر به می شکل انسان در میدان حشر محبوس می باشه تا وقتی که مجموعه از سوالا را جواب نگفته باشه. در اینجا بسیاری کسایی که مثلا چشم ندارن و ما و شما خوشحال هستیم که چشم داریم، ولی وقتی که امی انسان چشم داره لکن چشم خدا مطابق اوامر الله استعمال نمیکنه، در روز قیامت میگه کاش که من چشم نمی داشتم. به خاطر ازی کسی را میبینه که نابینا هست، ای ازی که در چندین سال، شاید 100 سال 200 سال پیش به جنت برسه. یک انسان به جنت در 1 دقیقه میرسه و یک انسان دیگه هست که از پل صراط تا که تیر میشه چندین هزار سال بالا ازی تیر میشه. ای در بالای دوزخ از این پل حرکت میکنه و به دوزخ میفته و از پل حرکت میکنه و به دوزخ میفته و باز خود کش میکنه به پل میرسانه، به اندازه گناه های خود در پل صراط ای توقف میکنه. یک کسی از چشم خود استفاده درست نکرده. یک کسی امروز خطرناکتری گناه ها برای چشم است. آنقدر گناه های چشم شیطان های انسان و جنی برای انسان عادی ساخته که بسیاری وقتا انسان به طرف نامحرم نظر میکنه، حتی به طرف از اون نامحرم که نامحرم. ببینین در آیت قرآن الله سبحانه و تعالی برای مسلمان ها چی میگه؟ و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو برای مسلمان ها که غض البصر بکنن، چشمای خدا بپوشانن از دیدن نامحرم. و برای زنای با ایمان چی میگه؟ و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، شما چشم پوشی بکنین، چشمایتان بپوشانین و به طرف نامحرما نظر نکنین. تصور کنین در مدینه منوره وقتی یک زن با ایمان با حجاب که تنها وقت از یک تابعی پرسان کردن، گفتن که شما اگه برای ما بگوین که حجاب چه قسم است؟ میگه این خیست یک بسیار ملحفه، میگن یک چادر کلان گرفت تمام سر خدا و روی خدا پوشان، یک چشمش معلوم میشد، یک چشمش. میگه این قسم کرد، گفت که زنها در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابیات این قسم اینی حجاب است که زنها در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم مراعات میکردن، یک چشمشان معلوم میشد. ولی با وجود ازی که این زن با سر لباسهای خود چادر بزرگ دیگی را پوشیده که سرش و تنش کلش پوشیده هست و یک چشمش معلوم میشه، آیت قرآن نازل میشه و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای مؤمنا بگو که اینمی زنای با حجاب هم باید با چشمای خود تعقیب نکنن. اما برعکس از او امروز شیطان چشم چی ساخته؟ آنقدر عادی ساخته که یک نفر خوب دیندار است، سعی کنید می صفحه اول موبایل ازی عکس یک زن نامحرم است و هر مرتبه که بر ازی زنگ میه ای عکس ای تماشا میکنه. وقت بالای اینترنت شش حلال و حرام شیطان از چشم ازی دور میکنه و هر فیلمی که آمد و بسیاری از کسای پیدا شدن که باز میگن موسیقی سای پروا ندارن، یک زن رقاصه آرایش کدگی فیشن کدگی پیش روی این میرقصه و تمام اعضای بدنش او میبینه. اینی انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی که برای از اینان که عافیت داده شده صاحب چشم است، در مقابل ازی کسی که چشم نداره نابینا هست، وقتی اون نابینا از این که 40 سال یا 50 سال پیش به جنت میره، یود اهل العافیت یوم القیامت حین یعطى اهل البلاء الثواب، میگه کاش که لو ان جلودهم كانت في الدنيا بالمقارید، کاش که جلد ما با قیچی قطع میشد که ما آلوده ای عذاب سخت نمی بودم. دنیا خو مثلا 40 سال یا 50 سال ولو که اعضای بدن ما قطع هم میشد، ای خو 80 سال تیر میشد یا 50 سال یا 20 سال یا 10 سال تیر میشد. ولی این حالت شما ببینید که در روز قیامت بالای پل صراط در زیر آتش دوزخ است و در اینجا صرف به خاطر دو چشم خود 10 20 30 سال 40 سال بالای پل صراط میمونه و با آتش دوزخ خطا میکنه.
کسانی که از گوش خود منفی استفاده میکنن. امروز بسیاری کسا را ببینی که خواندنای را میشنون که در او اشعار شرک است و کفر است و فسق است، لکن 24 ساعت در گوششان گوشی هست و این گوشی های تمام روز، حتی بسیاری وقتا آنقدر غرق می باشه که در آن روان است نزدیک از سرک عمومی برقصه. وقتی گوش خود انسان مطابق امر الله استعمال نکرد، در روز قیامت امی میگه که یا الله کاش که کر می بودم، کاش که گوش نمی داشتم تا از این عذاب الهی خلاص می شدم. انسان هایی که حی علی الصلاة و حی علی الفلاح را میشنون و شیشتن پیش روی تلویزیون و حرکت پایش به طرف مسجد نمیره و او کسی که معلول است و رفتن نمیتانه و او پیش ازی به جنت میره و ای به خاطر پای خود در عذاب الله گرفتار است. میگه پروردگارا کاش که شل می بودم و معیوب می بودم و معلول می بودم، پای نمی داشتم که به خاطر از این پای ما امروز با آتش دوزخ میفتم. کسانی که مالدار هستند و پولدار هستند و تجار هستند و سرمایه دار هستند، سرمایه خدا در چیزی مصرف میکنه که در جمله مبذرین میرن که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسانی که پول خدا در حرام مصرف میکنه او در جمله مبذرین است. فیلم میخره، سیدی میخره، وسایل موسیقی میخره، سازنده رو در مجلس خود میاره، چیزای حرام رو خریداری میکنه، برای خانم و فامیل خود لباسای تنگ و چسب و خراب میخره، پل ریش میخره که ریش خدا کل کنه. این هم در جمله مبذرین داخل میشه و میگه یا الله کاش که پول نمیداشتم، اینمی پول من مرا به خاطر یک پول خود به دوزخ میرم. وقتی به خاطر پول خود انسانهای فقیر و حلال خور میبینه که پول حلال و با پول کم زندگی خود میکنه و این پیسای زیاد داره که از هر افغانی از او جواب میگه، از هر دلار خود جواب میگه و میبینه کسایی که فقیر هستن 500 سال پیش از این به جنت میره و این بیچاره به خاطر پول خود یک پول محاسبه میده تا که از میدان حشر حرکت کنه در تاریکی ها و سختی ها قرار داره. من این اکتسبته، از پیشش پرسان میکنه که این مالت از کجا پیدا کردی. این کسانی که به حرام، با ماشای دلاری، با غلامی دشمنای اسلام در مؤسسات کفریه که نصرانیت و سیکولاریزم و بیدینی و کفر بر مردم نشر میکنه و اینجا در اونجا میره کامپیوتر کار میشه، در اونجا میره کار میکنه و این پول پیدا میکنه، از یک پول خود محاسبه میشه که من این اکتسبته، از کجا پیدا کردی پوله. و بعد از اینکه جواب از این داد که از کجا پیدا کرده، از یک روپیه پول ای که مثلا ایره در کجا مصرف کردی، ایره در رقص مصرف کردی، در خواندن مصرف کردی، در بدعت مصرف کردی، در جایی که حرام است مصرف کردی و این پولت در غلطی ها مصرف کردی. از یک از این سیل میکنه که در مقابل کس دیگه فقیر است، میگه که کاش که در دنیا مفلس میبودم، فقیر میبودم، نادار میبودم یا الله، که امروز مال خودم بلای جانم گشته. کسایی که اولاد دارن، دختر دارن، پسر دارن، فرزند دارن، امروز بسیار خوشحال است که من 5-6 بچه دارم، 5-6 دختر دارم.
اگر اولاد عزیز بی دین و بی ایمان و با عقیده غلط و خرافی تربیه میشه، شرک میکنه، بدعت میکنه، ارتداد مرتد میشه، کفر میگه و مادر و پدر ازی در فکر ازی نیستن و بر ازی دین راه دینداری را باز نمیکنه. وقتی که در روز قیامت فرزندش صدا میکنه یا رب العالمین تو خود ذات عادل هستی، پدر ما خودش در صف اول مسجد میشیست ولی بر ما تلویزیون آورده بود، بر ما وسایل موسیقی آورده بود، برای ما وسایل گناه آورده بود، برای ما موبایل های $500 خریده بود، بر ما نمی گفت که به طرف مسجد برین، به دین الله برین. پروردگارا اینمی پدر بود که با اساس شهادت رسول الله صلی الله علیه و سلم تو ما را با ایمان فطری خلق کردی. اینمی پدر مرا کمون ساخت، اینمی پدر مرا بیدین ساخت، اینمی پدر مرا رقاصه ساخت. پروردگارا وقتی که من به دوزخ میرم این پدر من هم باید جزا بدی. دخترش، خانمش، خواهرش وقتی به طرف دوزخ کشانده میشه، کاسیاتون آریاتون مائلاتون ممیلاتون لا يدخلن الجنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در آخر الزمان صنفان من اهل النار لم ارهما، میگه دو صنف از دوزخی ها هستن که ما اونا را تا بال ندیدیم. یک طایفی از اونا مردهایی هستن که دستاشان قمچین میباشه و مردمای بیگناه را با قمچین زده میرن. امروز که در سرکا ما و شما میبینیم پولیسا هستن، نفرای شاروالی هستن، بعضی از معلول و معیوب است که قمچینا در دستشان است، کراچیوان و بیچاره و غریب و مسکین با قمچین میزنن، یا دوزخی هستن. و صنف دیگه دوزخی ها کی است؟ نساون، زنای هستن، کاسیاتون که لباس پوشیدن، آریاتون لکن در دفتر اعمالشان برهنه نوشته میشن. چرا؟ لباسش تنگ است، لباسش کوتاه است، لباسش نازک است، بی‌حجاب است. کاسیاتون آریاتون مائلاتون خودشان به طرف نامحرما میل دارن و ممیلاتون و با آرایش و فیشن و عطر و بوتهای صدادار دیگران را نامحرم به طرف خود میل میتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این قسم خانم ها لا يدخلن الجنه، اینا داخل جنت نمیشن، ولا یجدن ریحها، و اینا حتی از بوی جنت هم به مشامشان نمیرسه. وقتی یکی از خانم ها به طرف دوزخ کشانده میشه، صدا میکنه یا رب العالمین، تو در قرآن به این پدر ما، تو در قرآن به مادر ما گفته بودی که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما خودتان و اعضای خانواده تان از آتش دوزخ نجات بتین. خود از آتش دوزخ نجات بته، دخترت از آتش دوزخ نجات بته، مادرت از آتش دوزخ نجات بته، همسرت از آتش دوزخ نجات بته، خواهرت از آتش دوزخ نجات بته. یا رب العالمین، رسولت بر از این مردا گفته بود که کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مثل چوپان هستین، مثل که چوپان از رمه خود مسئولیت داره، شما از خانواده ایتان مسئولیت دارین. یا رب العالمین، ما چرا به دوزخ برده میشم؟ به خاطر که لباس تنگ پوشیدیم. ما چرا به خاطر به دوزخ برده میشم؟ به خاطر که لباس کوتاه پوشیدیم. ما چرا به دوزخ برده میشم؟ به خاطر از اینکه آرایش کردیم و نامحرما هزارها نفر مرا دیده.
ولی امی پدر حاجی ما وقتی که از موتر تا می شد، امی پدر ما برای من اینمی لباس ها را می خرید، اینمی مادر ما مرا تشویق می کرد که لباس تنگ بپوش، اینمی برادر ما بی غیرت بود برای من یک روز نگفت که خواهر لباس تا درست بکن، اینمی شوهر ما بی غیرت بود تنگترین و چسبترین و کوتاهترین لباس برای من میخرید و خودش در پشت سر استاد بود و مکت نامحرم ها گپ میزدم، خریداری من میکردم، لباس من اختیار میکردم، ترکای سیکولر بیدین لباس های تنگ تنگ میورد و این شوهر من برای من لباس های کوتاه کوتاه را میخرید، پدرم برم میخرید، برادرم برم میخرید و من با اینمی به عزتی از خانه خارج میشدم ولی در پیشانوی پدرم هیچ تغییر نمیامد، بیادرم هیچ چیز نمیگفت، شوهرم هیچ چیز نمیگفت، برادرم هیچ چیز نمیگفت، پسرم هیچ چیز برم نمیگفت و ما را حتی در مسجد نمیماند که بریم نماز بخوانیم، مسجد بر ما بند کرده بود، لکن در هر هتل باز پیش از این میبرد خرابترین لباس ها را بر ما میپوشاند و کمره ها را هم در مقابل ما چالان میکرد، شوهر بی غیرت مستاد همراه من مردای نامحرم میرقصید، الهی تو خود ذات عادل هستی، اگر من به دوزخ میرم سببش خب پدرم است، پروردگارا پدرم هم در دوزخ ببر، پروردگارا شوهرم هم به دوزخ ببر، پروردگارا برادرم هم به دوزخ ببر، به خاطر از اینکه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هیچ در فکر از این نبود، خودش تمام روز تسبیح پرتو، خودش تمام روز نماز بخوان، خودش سر عبادت خود فکر میکرد، اما از دختر و از پسر و از خواهر و از مادر خود بیخبر است. الهی اگر ما به دوزخ میریم سبب این شده، الهی اگر قاتل قتل میکنه و یک کسی برای قاتل تفنگچه میته، او هم در قتل شریک است نیست؟ بله شریک است. کسی که قاتل تشویق میکنه برو قتل کن، او هم در قتل شریک است. پس این مردی که خانم خود تشویق میکنه، برای او پیسه میته، برای او تلویزیون مانده که تمام روز مردای برهنه است، خودش در مسجد از خانمش در خانه خشتی کج سیل میکنه، خودش در جماعت از فامیلش فیلم‌ها و رقص‌های هندی را سیل میکنه، خودش در عبادت است لکن در قسمت فامیلش هیچ چیز نیست. وقتی که آیت قرآن میخونه که اقیم الصلاة، 5 وقت وضو میکنه نماز میخونه، وقتی که آیت دیگه قرآن برش میگه که قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، از آتش دوزخ فامیلتان نجات بتین، خود نجات بتی، آخه زیر دستایت نجات بتی. وقودها الناس، او مردم ای آتش دوزخ ایزمش انسان ها هستند، والحجارت و سنگ ها هستند، علیها بالای دوزخ ملائکتون شدادون غلاظون، ملائکی هستند که بسیار شدید هستند، بسیار سنگدل هستند، لا یعصون الله ما امرهم، اینا مخالفت امر الله را نمی کنند، و یفعلون ما یؤمرون، آنچه که بالایشان امر شده انجام میتن. پس الله بر ما دوزخ میگه، عذاب میگه و میگه که اعضای خانواده تان نجات بتین و بسیاری کسا در این قسمت بسیار سستی میکنن. الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه که با خواهر خدا، مادر خدا، دختر خدا، پسر خدا، اعضای خانواده خدا، والله اگر کسی آیت قرآن بفهمه، والله اگر کسی مفهومی آیت بفهمه و از مؤاخذه الهی در روز قیامت با خبر شوه، بر خانم خود عذر میکنه که بخلیاز الله بی ستری نکن، از خاطر تو من به دوزخ میرم.
خواهر خودت دستش ماچ میکنه که خواهر عزیزم، مادر خودت دستش ماچ میکنه که مادر مهربان. مرا به دوزخ نبر، چرا که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. از این خاطر انسان مسلمان از ایمان خود، از تقوای خود، از درس خود، از تعلیم خود، از هر چیز استفاده میکنه. دوستای عزیز، یک برادر آمد یک وقت پیش من، برای من گفت که استاد یک کست شما درباره تلویزیون بود و این رقصای بود و همین حدیث شما تشریح کردین. خانم محمد خانه آمدم که از 3 منزله تلویزیون پایین انداخته و شکستانده. زنها ایمان بسیار قوی دارن. زنها اگر شما تاریخ اسلام ببینین، اولین کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها بود و اولین شهید اسلام سمیه رضی الله عنها هست. پس زنها دینداریشان خوب است. اگر دین برشان برسه زود چیز میکنن و امروز وسایل زیاد است. از الله بترسیم کل ما و شما. اگر هیچ قسم نمیتونیم، یک رادیو که بسیار ارزان به 300-400 روپیه چپ میخوره، یک دانه چپه که مثلا در بین از او پرتین درسا را در بین خانه تان ببرین. امی درسایی که استادا و علما و خطبه ها هست، درسای تفسیر و حدیث اینا را تشویق بکنین. ولو که در مسجد آمده نمیتونن، ببینید که در فامیل چقدر تغییر میه و این تغییر سبب ازی میشه که انسان این کار را به خاطر ازی بکنه که انسان چی است؟ امی امر الله را تطبیق بکنه که یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلیکم، شما خود و اعضای خانواده تان شما از آتش دوزخ وقایه بکنین. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای عزیز، خواهرای محترم، هر عضو بدن انسان به شکر نیاز داره و شکر اعضای بدن انسان چه وقت میشه؟ چشم انسان به شکر نیاز داره که باید شکرش شود. گوش انسان، زبان انسان، قلب انسان، دست انسان، پای انسان، هر عضو بدن انسان. و شکر هر عضو بدن انسان وقتی بجا میشه که او عضو بدن انسان مطابق اوامر الهی استعمال شد. اگر چشمتانه مطابق اوامر الله استعمال کردین، شکر چشم کردین. اگر چشمتانه غلط استعمال کردین، کفران نعمت شد. یکی شکران نعمت است و یکی کفران نعمت است. دست اگر مطابق امر الله، زبان انسان مطابق امر الله، قلب انسان مطابق امر الله، دست و پای انسان. و این هست که الله سبحانه و تعالی در دنیا نعمتهای زیاد داده و ای بعضی کسا را محروم ساخته. کسایی که به خاطر اولادهای خود، به خاطر پسر و دختر خود به دوزخ میره، همین حدیث سرش تطبیق میشه که کاش که من پسر و اولاد نمی داشتم، کاش که گوش نمی داشتم. یا لیتنی کنت ترابا. اگر یک دوست زشت میگیری میگی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که فلانی شخص دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، میگه یوم یعد الظالم، انسان ظالم یعد چک کردن میگن یوم یعد الظالم علی یدیه، انسان های ظالم دستای خود چی میکنن؟ چک میکنن. این ظالم کی هست؟ کسی است که دوست خراب گرفته، دوست بدعتکار گرفته، دوست مشرک گرفته، دوستی که او را در مجالس شرک میبره، دوستی که او را در مجالس میبره که به غیر الله سجده بکنه، به غیر الله رکوع بکنه، به مجالس فسقی را میبره، به مجالس بدعت ای را میبره. پس یوم یعد الظالم علی یدیه، دستای خود دندان میکنه و میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا پروردگارا کاش که من فلان شخص دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، این مرا گمراه ساخت، از توحید مرا دور ساخت، از سنت مرا دور ساخت، از قرآن مرا دور ساخت، از
عبادت الله مرا دور ساخت. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که هر عضو بدن خود مطابق احکام الله استعمال بکنیم و متوجه احکام الله در خانواده خود باشیم و اتنشه که با اعمال خود سبب رفتن به جنت شویم ولی با بی‌تفاوتی در مقابل زیر دستا و فامیل مستحق دوزخ شویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.